تا حالا شده بعد از اولین بارون یه نفس عمیق بکشی و بگی وای بوی بارون؟ اون لحظه‌ای که هوا خنک میشه، زمین بوی خاص میگیره و حس عجیبی از آرامش میاد سراغت. اما اگه همین الان بهت بگم اون بویی که عاشقشی اصلا مال بارون نیست چی؟ آره، تو داری بوی خاک، باکتری و حتی تاریخ تکامل چند میلیون ساله بشر رو نفس میکشی. و امروز قراره بفهمیم دقیقاً چی داره وارد ریه‌هات میشه و چرا مغزت این بو رو عاشقانه دوست داره. تا آخر ویدیو بمون چون یه بخشش قراره واقعاً شوکت کنه. همه ما فکر میکنیم اون بوی خاص بوی خود بارونه، ولی حقیقت اینه که آب بارون تقریباً بی‌بوئه. اگه یه لیوان آب مقطر رو بو کنی هیچ بوی خاصی نداره. پس سوال اصلی اینه، اون بوی عجیبی که بعد از اولین قطره‌ها حس می‌کنیم از کجا میاد؟ اینجا پایه موجودات نامرئی وسطه. داخل خاک، مخصوصا وقتی مدت‌ها هوا خشک بوده، یه سری باکتری زندگی می‌کنن. یکی از مهمترینشون خانواده‌ای از باکتری هاست به اسم استرپتومایسس. این باکتری ها قهرمان های پنهان خاک هستن. همینا هستن که خیلی از آنتی بیوتیک های مهم دنیا ازشون استخراج شده، اما یه کار دیگه هم میکنن. وقتی خاک خشکه، این باکتری های ماده شیمیایی تولید میکنن به اسم ژئوسمین و ژئوسمین دقیقاً همون چیزیه که اون بوی جادویی رو میسازه. حالا برسیم به لحظه سینمایی ماجرا. تصور کن زمین هفته‌ها تشنه بوده. خاک خشک، ترک خورده، آماده انفجار بو. اولین قطره بارون میخوره به زمین. اون لحظه چی میشه؟ وقتی قطره با خاک برخورد میکنه، داخل خاک حباب‌های خیلی ریز هوا تشکیل میشه. این حباب‌ها مثل مینی انفجارهای نامرئی عمل میکنن، میترکن و ذرات ژئوسمین رو با فشار به هوا پرتاب میکنن. تو عملاً داری یه مه نامرئی از ذرات خاک و باکتری رو استنشاق میکنی. دانشمندا حتی با دوربینای فوق سری از این فرایند فیلم گرفتن و دیدن که چطور قطره بارون مثل یه بمب کوچیک بویی عمل میکنه. و جالبتر اینه که هرچی بارون ملایم‌تر باشه، این فرایند قوی‌تر اتفاق میفته. یعنی نم بارون بوی بیشتری تولید میکنه نسبت به یه رگبار شدید. عجیبه نه؟ دانشمندا برای این بوی اسم رسمی گذاشتن، پتریکور. این واژه سال 1964 توسط دو دانشمند استرالیایی معرفی شد. پتریکور یعنی بویی که بعد از بارش باران از زمین بلند میشه. اما این بو فقط ژئوسمین نیست. ترکیبی از ژئوسمین، روغنای گیاهی آزاد شده از گیاهان خشک، ترکیبات معدنی خاک. در واقع یک کوکتل شیمیایی طبیعی و فوق‌العاده پیچیده است و مغز ما عاشق این ترکیبه. ولی چرا؟ راز تکاملی عشق ما به بوی باران اینجای داستان وارد مرحله هیجان انگیزتری میشه. تحقیقات نشون داده انسان‌ها نسبت به ژئوسمین فوق‌العاده حساسن. ما میتونیم حتی مقادیر خیلی کمش رو تشخیص بدیم، در حد چند قسمت در تریلیون. مثلا بعضی حیوانات برای تشخیص خون حساسن، ما برای تشخیص بوی خاک خیس. چرا؟ بعضی دانشمندان معتقدن این موضوع ریشه در تکامل داره. برای انسانای اولیه بوی بارون یعنی آب وجود داره، گیاه رشد میکنه، شکار هست، زندگی ادامه داره. پس مغز ما این بو رو با امنیت و بقا گره زده. هر بار که بوش میاد ناخودآگاه یه حس آرامش و امید فعال میشه. شاید به همین دلیله که بعد از بارون حال و هوامون بهتره. حالا یه حقیقت عجیب‌تر، فکر میکنی فقط زمین بو داره؟ نه، حتی فضا هم بو داره. فضانوردها بعد از پیاده روی فضایی گفتن وقتی برمیگردن داخل سفینه لباساشون بوی فلز داغ یا باروت میده. دانشمندان ناسا توضیح دادن که این بو احتمالاً به خاطر ذرات پر انرژی و واکنش‌های شیمیایی در خلاء فضاست. یعنی حتی خلا هم کاملاً بی‌بو نیست. حالا یه لحظه تصور کن، زمین بعد از بارون، فضا بعد از راه رفتن روش، هر کدوم امضای بوی خودشونو دارن. دنیا خیلی پیچیده تر از چیزیه که فکر میکنیم. یه چیز جالب دیگه، اگه تا حالا بعد از بارون کنار دریا بوی متفاوتی حس کردی، اون به خاطر ترکیب ژئوسمین با نمک و جلبکه. یعنی بسته به جایی که هستی، نسخه بوی بارون تغییر میکنه. بارون تو جنگل یه بو داره، تو کویر یه بو، تو شهر یه بو. در واقع هر منطقه ای امضای بوی خاص خودش رو داره و این فوق‌العاده است. پس دفعه بعد که بارون شروع شد و اون نفس عمیق رو کشیدی، یادت باشه داری بوی خاک، باکتریای نامرئی، گیاهان خشک و حتی خاطره میلیون‌ها سال تکامل بشر رو استشمام می‌کنی. اون حس آرامش اتفاقی نیست. مغزت داره میگه آب هست، زندگی هست، امنیت هست. و این یعنی طبیعت خیلی هوشمندتر از چیزیه که فکر میکنیم. اگه
اگه از این مدل دانستنی‌های عجیب و رازآلود خوشت میاد حتما سابسکرایب کن، چون قسمت بعدی قراره یه چیز خیلی عجیب‌تر رو فاش کنیم.